احتمالاً در آینده نزدیک در تاجیکستان قشر کمبیزاعتی جامعه در پرداخت پول برق، امتیاز و یا سبوکی به دست می آورد. کمیسیون ویژه‌ای که با توسعه بانک جهانی تأسیس شده است، حالا به آموزش وضع مالی و اقتصادی خانواده‌ها در تاجیکستان مشغول است. با عضویت این کمیسیون مسئولان وزارت‌های تندرستی و مالیه و شرکت برق تاجیک شامل شدند. قرار است فهرست افراد کمبیزاعت از جانب رهبران جماعت‌های نواحی دوردست کشور ترتیب داده شود. درباره این برنامه و هم طرز تطبیق آن از همکارم عبدالله اشر میپرسیم که این موضوع را با مقامات در میان گذاشت. عبدالله سلام، بگویید آیا معیار مشخص کنی موقع کمبیزاعتی خانواده ها چی است و مقررات تعیین امتیاز اصلا از چی عبارت است؟ خانواده های کمبیزاعت در تاجیکستان از سوی یک کمیسیون ویژه معلوم کرده می شوند. هیئت این کمیسیون از مسئولان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی، وزارت مالیه و مسئولان حکومت های محل عبارتند. این کمیسیون درآمدی هر خانواده را چین می کنند و اگر درآمد خانواده بر سر هر اعضای آن از 125 سامانی یعنی نصف از معاش حداقل پایین‌تر باشد و یا به آن برابر باشد، این عائله کمبیزاعت شمرده می شود. وقتی این کمیسیون این خانواده را کمبیزاعت شمرد، آنها حق دارند در فصل زمستان تا 250 کیلووات ساعت نیروی برق را استفاده کنند و پول آن را پرداخت نکنند. در فصل تابستان باشد این عائله حق دارد همگی 150 کیلووات ساعت نیروی برق را بدون پرداخت پول آن استفاده کند. اما مقامات میگویند اگر این عائله از این معیار مقرر شده بیشتر نیروی برق استفاده کند، آنها موظفند مبلغ برق اضافی را خودشان از کیسه خودشان پرداخت کنند. در حال حاضر برای اهالی نرخ 1 کیلووات ساعت قوه برق 11 درم را تشکیل می کند. آیا این تشبث به فعالیت مالی شرکت برق تاجیک تأثیر منفی نمی رساند؟ نه، دادن امتیازها به افراد کمبیزاعت برای پرداخت پول برق به وضع مالیوی شرکت برق تاجیک تاثیر نخواهد کرد، چون که اون مبلغی که عائله های کمبیزاعت باید برای مصرف نیروی برق پرداخت کنند اما پرداخت نمی کنند، آن را وزارت مالیه تاجیکستان به صورت حسابی شرکت برق تاجیک پرداخت می کند. از این رو شرکت از این زیان نمی بیند. ولی باید گفت که در ولایت بدخشان وضعیت کمی فرق میکند، چون که در ولایت بدخشان اهالی را با نیروی برق شرکت پامیر انرژی تامین میکند و بنابر مقرراتی که حالا مقامات روی دست گرفتند، وزارت مالیه با شرکت پامیر انرژی با نرخ شرکت برق تاجیک برق را پرداخت میکند، یعنی 11 درم. باقی مونده 7 درم که در بدخشان باید مردم و پامیر انرژی دهند از کیسه خودشون پرداخت میکنند، چون که نرخ 1 کیلووات ساعت نیروی برق در بدخشان از سوی شرکت پامیر انرژی 18 درم مقرر کرده شده است. ضمناً باید گفت که قائل شدن امتیازها به مردم فقیر و نادار برای پرداخت پول برق این توصیه های بانک جهانی است. بانک جهانی و دولت تاجیکستان بارها برای بالا بردن نرخ نیروی برق توصیه ها داده بود، اما در این برابر این بانک به دولت مشورت داده بود که برای افراد نادار در پرداخت حق نیروی برق امتیاز قائل شد و اینک ما میبینیم که مقامات مانیتورینگ را روی دست گرفتند، یعنی عائله های نادار معین نمیکنند و در آینده نزدیکترین با عائله های کمبیزاعت در پرداخت قوه نیروی برق کمک خواهند کرد. تشکر. همکارم عبدالله اشرف درباره تحقیقات معین سازی قشر نادار جامعه گزارش داد.